عرض ادب و احترام دارم خدمت هموطنان گلم در سراسر دنیا. امیدوار هستم که جور صحت و سلامت باشید. در سفری از کابل به هرات و از هرات هم به سمت مرز اسلام قلعه در حرکت هستیم. آنچه که در تصویر مشاهده میکنید ساختی ایستگاه های قطار هست و با امید پیشرفت و شکوفایی افغانستان و سمت مرز اسلام قلعه روان هستیم و کلی ریگ و خاک و طوفان شین در این نزدیک های مرز وجود داره و ما با ناچار دیگه از این مسیرهای نسبتا دشوار عبور میکنیم و با کمک مهاجرین عزیز میرویم. در اینجا هم ما در ورودی کمپ مهاجرین هستیم و در اینجا هم نشستیم تا همکارمان کارهایی را باید انجام بدن تا بیان که ما هم انشالله با اونا بریم در جریانی کارها قرار بگیریم. هیئتی از سمت سازمانی بین المللی یونیسف برای نظارت به این کمپ هم آمده بودن. آنچه که شما در تصویر مشاهده میکنید نیروهای یونیسف هست. بله عزیزان، ما شب هم در این کمپ میمانیم و در جریان همین که ما شب اینجا بودیم بنیادهای خیریه متعددی برای کمک برای هموطنان عزیز آمده بودن. ناگفتن نمانه آب، غذا بسیار فوق العاده برای مهاجرین عزیز در اموسه و در غذا به اینا کاملا رسیدگی صورت میگیره. از لحاظ پاکی و نظافت کمپ واقعا بهداشت فوق العاده رعایت میگرده. احترام کلا متقابلا فامیلی انجام میشه و در همین جریان تا چند تصویری که به چشم من خوشایند بود در جریانی نان خوردن پیشینی ای عزیزان چند تصویرم داریم و ناگفتن نمانه که اتوبوس های ما هم آماده شده و 4 تا 580 آماده شده به اضافه ای که مسافران را ای انتقال میده و این مسافران عزیز هم تعداد زیادی از وسایل خود را هم با خود دارن، یعنی از حد مجاز واقعا زیاد است، اما باز هم ماشیندارا یا همون رانندگان عزیز کمک و همکاری میکنن و اینا را انتقال میدن تا به کابل. بله ما دیگه اینجا دیگه فهمید که در تصویر شما مشاهده میکنید ما داریم دیگه از مرز هرات خارج میشیم. دمدمای غروب برای ادای نمازی دیگر اتوبوس‌ها وقفه داشتن و سپس از اینجا هم حرکت میکنیم و شب تماما در مسیر هستیم. و اینجا هم که در تصویر مشاهده میکنین دراهی دلارام هست و که دیگه شب ما سپری کردم، واقعا دیگه خسته بودم و الان هم که میبینین ورودی 580 ها به شهر کابل و در قسمتی کمپانی به مو جایگاه